سلام ورود بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار بریم برای بررسی سیزن 11 بازی دفاعنالز. دفاعنالز سازی آپدیت خیلی بزرگ داده، هولوش 12 گیگ آپدیت داده، یه سری تغییرات جزئی داره و یه سری تغییرات بزرگ که تو این ویدیو قرار بهشون بپردازیم. واسه کسایی که حالا شاید وقت نکردن مدت دفاعنالز بازی کنن یا اینکه کلا تا حالا سمت این بازی نیومدن، ممکنه یه فرصتی باشه واسه اون که حالا بازی استارت کنن و بشن بازی کنن. و قبل از اینکه حالا بریم داخل بازی، ممنون میشم که ویدیو لایک کنید، اگر دوست داشتید کانال سابسکرایب کنید، اگر از محتوای دفانوس خوشتون میاد و حرف دیگه باقی نمیمونه، بزنید بریم سراغ ویدیو. خب برعکس همیشه قراره که این سری ویدیو داخل منوی بازی باشه. یه سری توضیحاتی حالا میدم. اولین تغییری که ما حالا داخل صفحه میبینیم منوی خود گیمه که میبینید کلا بک‌گراند اینجا عوض شده. اگه دقت کرده باشید که تو هر سیزن تقریبا فکر کنم عوض میشه. این سیزن اسمش گلکسیه و خب اگه اینجا هم دقت کنید میبینید کهکشانه، یه جوری کلا گلکسی به معنی کهکشانه و اینجا هم میبینید و یه ربطی کلا به فضایی ها داره. منطقی ترین چیزی که باید عوض شه تو هر سیزن بتل پس اون سیزنه که ما حالا اینجا میبینیم. توی حالا هر سیزن که میاد یه حالا تفنگ، اسکین تفنگ یا حالا اسلحه اول بازی رایگان میده، یه دونه حالت التیمیت داره که حالا من باز جلوتر راجعش صحبت میکنم، و یه اسکین کامل یعنی یه ست کامل این پایان میده بهتون که اونم باز حالت التیمیتش متفاوته که من واقعا زیاد نیستم. حالا اسکین این سیزن‌های قبلی خیلی بهتره، ولی خب باز شما میتونید بشینید بتل پس رو بازی کنید، چیز بدی نمیده. میتونید حالا اینا رو بگیرید و استفاده کنید. من بتل پس رو یه مقدار بهتون توضیح میدم. توی دفاینالز، بازی دفاینالز بتل پس دو تا حالت داره، یکی پریمیومه یکیش التیمیت. پریمیوم رو شما با سکه های خود بازی حتی میتونید بخرید. حتی باید دقت کنید سکه هایی که یه جورای کردیت بازی هست، باز اینا هم باید بخرید از خود بازی، ولی خب اینو عملا باید پول بدید بابتش. و اینکه دیگه حالا من چرا وارد این منو شدم. بیایم اینجا ما سیزن های یعنی بتل پس های سیزن های قبل هم میتونیم اینجا ببینیم. بتل پس سیزن 1 تا سیزن تقریبا 8، دو تا سیزن قبلی هم فعلا آنلاک نشدن، باید وایسیم که سیزن های بعدی بیاد و اون موقع شما میتونید دور برگردید که سیزن 9 رو بخرید که قطعا یکی از سیزن هایی که من میخرم و تا تهش رو تقریبا ویدیو میکنم، چون اسکین اصلی که توی این سیزن رو من خیلی دوست دارم. اگر دقت کرده باشید توی اولین ویدیویی هم که گذاشتم تامنیل رو از این کاراکتر یه جوری اسکی رفته بودم و گذاشتم. چیز بعدی که ما داخل گیم میبینیم صفحه ران شدن بازی. حالا الان شما دارید تو سطح رو میبینید. اگه دقت کرده باشید ویدیوهای قبلی که من گذاشتم استارت گیم یه جوری متفاوت تر بود با چیزی که به قولی الان هستش. حالا الان مدل جدیدتر شما صفحه میبینید که حالا حالت معمولیش اینه و اینا حالا تو سیزن قبلی یه مقدار تفاوت ایجاد کردن که اونم چیز جالبی بود. نکته بعدی مربوط به مپش، اینجا ما مپو داریم. یه دونه حالت مود جدیده که اومده اینجا، گلکسی استیتس، یه جورایی ایستگاه حالا کهکشانی فضا اینا، که خیلی مپ قشنگه، خیلی نظرمش کار کردم و بهترین مپیه که تا الان من دیدم داخل دفاینالز. یه ویدیو دوست دارم درست کنم ولی خب فعلا رو حالت یه جورایی آن رنگه، یعنی خیلی طولانیه، نزدیک 8 تا تیمن و حالا خیلی طول میکشه، 3-4 تا دست باید بزنیم. فعلا اینجا زده پایان تقریبا میابه تا 3 روز دیگه، 3 روز و 18 ساعت دیگه. من دارم ویدیو رو خیلی زود میگیرم. نمیدونم آیا قراره که حالا این به قولی آرنایی که ساختن، این چیزی مپی که ساختن و قراره ببرن، یا اینکه نه قراره توی حالا حالتای کویک کش و اینجور چیزا هم حتی بیارن اضافهش کنن. حالا اینو دقیق نمیدونم ولی خب جلوتر میبینیم. فعلا این مود گلکسی استیتس آوردم و کش اوت باتس که اینو من پلی ندادم ولی اینو پلی دادم، خیلی خفنه. پیشنهاد میدم اگر دفاع دارید حتما اینو تجربهش کنید. خب آقا من داخل ویدیو توضیح خیلی درستابی راجع به کلاس میلی ندادم چون یه آپدیت این وسط کلاس میلی داره که حتما باید بهش رسیدگی کنم. توی سایت اصلی خود بازی دفاینالز داخل ویکیش برید، یه سری توضیحات راجع به آپدیت جدید میلیا داده که خیلی تغییر کرده، پس حتما مهمه که برید ببینید. طبق چیزی که حالا من اینجا خوندم، حالا خودتون میتونید برید ببینید، استامینا به بازی اضافه شده، یعنی شما نمیتونید تون پشت سر هم کلیک کنید و نیاز دارید که انرژی داشته باشید و یه سری تغییرات اینجوری. دومین تغییری که داشته اینه که یه مقدار یه جورایی اسلحه ها بالانس تر شدن، اسپیر و اینجور چیزا بالانس تر شدن. حالا اینجا اگه بخونید دوال بلیدز و اسپیر و سورد یه مقدار بالانس شدن و تغییر کردن. دومین اتفاق دیگه هم که تقریبا افتاده
دمیج یه مقدار تغییر کرده، یعنی نحوه اتک زدن تغییر کرده. شما نمیتونید به صورت کلی مثلا به هر جای دشمن دمیج بزنید و طرف یه مقدار دمیج بخوره. یه مقدار باید کنترل ایناتون دقیق تر بشه، یه مقدار باید توی کلاس میلی حرفه‌ای تر بشید و به نظرم خیلی آپدیت جالبیه. داخل خود بازی هم فکر میکنم تنظیماتی اومده باشه که مربوط به کلاس میلی باشه. حالا اینجا زیاد من توضیح ندیدم، ولی خب با تمام تغییراتی که گفته یه سری احتمالاً تنظیمات هم داخل بازی دفرانس تغییر کرده. حالا من کلاس میلی هیچ وقت تا حالا پلی ندادم، سر همین بلد نیستم زیاد، ولی خب اگر شد یه ویدیو راجعش درست میکنم و به صورت کامل توضیح میدم. خب دیگه تقریبا تمام چیزایی که تو این سیزن اومده بوده بهتون گفتم. سیزن هم تقریبا میبینید اگه گوش تصویر دقت کنید 102 روز دیگه تمام میشه که خب با سیزن 12 میاد و موقع میتونید برید سراغ بتل پس های سیزن 9 اینا. تا اون روز من حالا سعی هم میکنم یه پولی جمع کنم که اون سیزن رو بخرم، چون نظرم خیلی بتل پسش خوبه. سیزن 9 رو دارم میگم، فکر کنم 9 باشه دیگه. تغییر دیگه ای نداشت این سیزن و تقریبا 12 گیگ آپدیت، فقط فکر کنم 9 10 گیگش به خاطر مپ باشه، چون مپ خیلی بزرگی داره. حالا چیزی که جدید اضافه کردم و به نظرم خیلی خفن شده. بعدا سعی میکنم حالا اگر شد حتی از این گلکسی 8 استیتس هم یه دونه ویدیو درست کنم و بذارم داخل کانال. ولی باز میگم فعلا همچین نمیتونم ویدیو خیلی بلند درست کنم. و اینم بود از این ویدیو. خیلی توش حرف زدم، محتوای خیلی خاصی نداشتیم ویدیو، صرفا دارم میگم که سیزن جدید اومده. اگر دوست داشتید که برید پلی بدید و حرف دیگه ندارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.